آپارتمان ما یه چند تا دیو زندگی میکنه، ولی انقدر لباسای مرتبی میپوشن که هیچ کس نمیشناستشون. از کاراشون من فهمیدم. هزار ماشاءالله، چه شاخ سری. بابا ماشاءالله. ببین پسرم، از جسارتت خیلی خوشم اومده. همینی که خودت تنهایی دادی بالا این آستین همت رو اومدی خواستگاری دختر من، یعنی که مرد شدی برای خودتو، میخوای زندگی بکنی. نه خب میدونین در واقع من کسی ندارم، تنها. بی کسی؟ ایرادی نداره عزیزم، همین که جایی سر ما جای داریم، ما خانوادتیم، چه فرقی میکنه؟ ایراد نداره. ماشاءالله. میگم ببینم پسرم عزیزم، خونه داری دیگه؟ نه. خونه نداری؟ نداره. خب خونه نداره. ایراد نداره که جوونه میخره. بله اصلا ببین ما که هست پسرم، چه معنی داره که اول زندگی دو تا جوون خونه داشته باشن؟ ما خونه داشتیم، این نداره بابا. درست. ایراد نداره. ماشینم ندارم. ماشین نداری؟ نه. خب ماشین نداری، ایراد نداره که ما ماشین داریم استفاده میکنیم. هزینه اضافی میخوای بدی برای چی آخه؟ درست. ایراد نداره. یه مقدارم بدهکارم. بدهکاری؟ این که اصلا ایراد نداره. ببین اول زندگی پسرم استرس به خودت نده به خاطر بدی و این چیزا. اصلا چقدری از خودم میدمش. آخه کارم ندارم. بیکاری؟ شغل نداری یعنی؟ نه. ببین الان تو این دور زمانی چیزی که پیدا میشه کاره. نگران اونم درست خودم برای درستش میکنم، اصلا نگران نباش. من یه مقدارم پرخاشگرم. پرخاشگری؟ بابا مرد اگه پرخاشگر نباشه که زن جلوش چایی هم نمیذاره. بله. همین آقا رو مثل من تا پشت دست نکشم تو صورت زن که از زن برام از چایی نمیاره که اصلا. دستش. بله دستش نیازه. یه قد نیازه. یه 5 سالی هم زندان بودم. زندان بودی؟ دانشگاه بوده. مرد اگه زندان نری که اصلا مرد نمیشه، قربونت برم. پدر تجربه بسوزه. دقیقاً. ماشاءالله همش تجربه است، دانشگاه است. بله. از شما چه بدونم، من یه ازدواج ناموفقم داشتم. معلومه بابا، ایراد از دختره بوده. بله ایراد نداره. فردی خوبی، ایرادت کجا بود؟ سیگارم میکشم منم میکشم، اینم میکشه. بله. اونم بخوای میگیم بکشه. بعد با هم ترک میکنیم. فعلا تو حکومت باشو، بعد ترک میکنیم. بله. خب میخوان اگه دختر خانم نمیان من برم یه موقع دیگه؟ نه میان. بشین عزیزم، حرفامونو بزنیم. بشین، نگران نباش. بشین. بله. اجازه بده الان من میگم بیان. بشین. اسقر جانم بابا من اینجا کافمه. دختر اون پیژامه رو بردار بیار. چی بیاره؟ پیژامه تو شب میمونه اینجا. نه بابا من شدی. بشین ببینم. ماشاءالله دختر گلم چقدر قشنگه، ماشاءالله مبارکش باد، دومات خوش آورد رنگه، ایشالا مبارکش باد. بسه دیگه خانم، بسه. این داره منو میبینه دختر رو دوستش نکن. نه آقا اجازه بده من بده پایین دیگه. نگاه کنین خواهش بده پایین شلوار رو پوش. اجازه بده خانم. دخترم شما بریم اون اتاق، بعد آموزی بره. بریم اون اتاق. نگاه نکن به دختر من. بعد از الان که نگاه نمی کنن که. ببینم اجازه بده. ببینم